سلام و احترام خدمت بینندگان محترم چینل یوتیوب آوا میدیا. امروز 31 جوزا طولانی ترین روز سال هست و ما در شامگاه آن قرار داریم. امروز آفتاب بیشتر از روزهای دیگر بر فراز آسمان بود و بیشتر از 14 ساعت بر آسمان نیمکره شمالی درخشید. امروز در نیمکره شمالی طولانی ترین روز سال هست و کوتاه ترین شب سال. بعد از این روزها کوتاه می شوند و کوتاه می شود تا می رسد به شب یلدا و آنگاه هست که شب طولانی می شود و طولانی ترین شب سال فرا می رسد و همچنان کوتاه ترین روز سال. شما آیا طولانی بودن این روز را دقت کردید یا نه؟ اصلا متوجه این شدید که امروز خیلی طولانی بود؟ امروز آفتاب خیر صبح وقت بر آسمان بالا شد و خیلی دیر از آسمان ما پایین شد. آسمان نیمکره شمالی مثل افغانستان و ایران و کشورهای دیگر که طولانی ترین روز سالشان را تجربه کردند. بینندگان محترم، چینل یوتیوب آوا میدیا را سابسکرایب نمایید و از ویدیوهای قشنگ ما لذت ببرید. امیدوارم که روزتان روشن و شبهایتان پر از آرامش باشد. ممنون شما. یک دنیا سپاس بابت همراهیتان تا قسمت ویدیو. الله نگهدار.